کتاب ما تمامش میکنیم. نوشته کالین هوور. ترجمه آرتمیس مسعودی. خوانش میم کرامتخواه. فصل 10. میتونم ازت یه سوال خصوصی بپرسم؟ الیسا همونطور که دسته گلی رو که قرار ارسال بشه کامل میکنه با سر پاسخ مثبت میده. 3 روز تا افتتاحیه رسمی مونده و هر روز سرمون شلوغ‌تر میشه. الیسا روش رو به من میکنه و میپرسه سوالت چیه؟ روی میز خم میشه و شروع میکنه به بازی کردن با ناخن‌هاش. میگم اگه نمیخوای مجبور نیستی جواب بدی. میگه خب اگه نپرسی که من نمیتونم جواب بدم. درست میگه. تو و مارشال به مراکز خیریه کمک میکنین؟ میپرسه چه جور مراکز خیریه ای؟ ما حالا که پولش رو داریم به چند تا مرکز مختلف کمک میکنیم. اما من بیشتر از همه اونی رو که از سال پیش درگیرش شدیم دوست دارم. اونا تو کشورهای دیگه مدرسه میسازن. ما همین پارسال هزینه ساخت 3 تا ساختمون جدید رو تامین کردیم. میدونستم بی خود نیست که اونو اینقدر دوست دارم. میگم روشنی که من از این پولها ندارم اما دلم میخواد یه کاری انجام بدم. هنوز نمیدونم چی کار کنم. میگه بذار اول این افتتاحیه رو انجام بدیم بعد به فکر نیکوکاریت بیفت. در هر زمان فقط یک رویا لیلی. پشت میز میاد و سطل زباله رو برمیداره. وقتی کیسه زباله رو در میاره و سر اون رو گره میزنه نگاهش میکنم. این موجب میشه با خودم فکر کنم اگر اون برای هر کاری گماشته داره چرا اصلا باید بخواد شغلی داشته باشه که ناچار بشه زباله ها رو بیرون ببره و دستهاش رو کثیف کنه. میپرسم تو چرا اینجا کار میکنی؟ نگاهی به من میندازه و لبخند میزنه و میگه چون تو رو دوست دارم. اما بعد متوجه میشم لبخندش کاملا از چشمهاش محو میشه. برمیگرده و میره که کیسه رو بیرون بیندازه. وقتی برمیگرده هنوز با کنجکاوی نگاهش میکنم. دوباره همون پرسش رو تکرار میکنم. الیسا چرا اینجا کار میکنی؟ دست از کار میکشه و نفس آهسته‌ای میکشه. گویی قصد داره با من صادق باشه. پشت میز برمیگرده، به اون تکیه میده و یک پاش رو دور مچ پای دیگرش حلقه میکنه. همونطور که به پاش نگاه میکنه میگه چون من نمیتونم بچه دار بشم. ما 2 سال همه راه ها رو امتحان کردیم اما هیچ کدومشون فایده ای نداشته. از بس تو خونه موندم و گریه کردم خسته شدم. برای همین تصمیم گرفتم فکرم رو با چیزی مشغول کنم. صاف میسته و دستهاش رو با شلوار جینش پاک میکنه. و تو لیلی بلوم سر منو خیلی گرم میکنی. برمیگرده و دوباره شروع میکنه به بازی با همون دسته گل. نیم ساعت داره اونو درست میکنه. یک کارت برمیداره و روی گلها میچسبونه. بعد میچرخه و گلدان رو به من میده. و ادامه میده به هر حال اینها برای تو هستن. معلومه میخواد بحث رو عوض کنه. برای همین گلها رو از اون میگیرم و میگم منظورت چیه؟ چشمهاش رو میچرخونه و با اشاره دست منو به طرف دفتر هدایت میکنه. روی کارت نوشته شده برو بخونش. از واکنش عصبیش میتونم بفهمم از طرف رایله. لبخند میزنم و به طرف دفترم میدوام. پشت میزم میشینم و کارت رو بیرون میارم. لیلی من با علائم شدید قطع دارو روبرو شدم. رایل. لبخند میزنم و کارت رو توی پاکت میگذارم. گوشیم رو بر میدارم و در حالی که دسته گل رو نگه داشتم و زبونم رو بیرون آوردم از خودم عکس میگیرم و به رایل پیام میدم. من سعی کرده بودم بهت هشدار بدم. بلافاصله شروع میکنه به جواب دادن. همونطور که نقطه ها روی گوشیم جلو و عقب میرن با دلهره نگاه میکنم. رایل من به وعده بعدی داروم نیاز دارم. حدود نیم ساعت دیگه کارم اینجا تموم میشه شام ببرمت بیرون؟ من نمیتونم. مامانم ازم خواسته باهاش برم به رستوران جدید ببینه غذاهاش چجوریه. اونقدر به خورد و خوراکش اهمیت میده که آدمو ذله میکنه. رایل من هم غذا دوست دارم. من هم غذا میخورم. قراره کجا ببریش؟ من یه جایی به اسم بیب توی مارکستونه. رایل برای یه نفر دیگه هم جا هست؟ لحظه‌ای به پیامش خیره میشم. میخواد مادرمو ببینه؟ ما هنوز به طور رسمی با هم جایی نرفتیم. منظورمونه که برام مهم نیست اگه مادرم رو ببینه. مادرم از اون خوشش میاد اما اون میخواست ارتباطی با من نداشته باشه. بعد موافقت کرد یک دوره آزمایشی با هم ارتباط داشته باشیم. حالا میخواد مادرم رو ببینه. همه اینها ظرف 5 روز اتفاق افتاده. خدای مهربون من واقعا دارو هستم. من حتما نیم ساعت دیگه اونجا میبینمت. از دفترم بیرون میام و یک راست نزد الیسا میرم. گوشیم رو جلوی صورتش نگه میدارم. میخواد مادرم رو ببینه. کی؟ رایل. الیسا به اندازه خود من حیرت زده است. برادر من؟ سر تکون میدم. برادر تو؟ مادر من.
گوشیم رو میگیره و به پیام ها نگاه میکنه. چی؟ خیلی عجیبه. گوشیم رو از دستش میگیرم. از رأی اعتمادتون متشکرم. میخنده و میگه خودت میدونی منظورم چیه. ما الان در مورد رایل صحبت میکنیم. اون هرگز در تاریخچه رایل کینکیدیش با پدر و مادر هیچ دختری قرار ملاقات نذاشته. البته شنیدن این حرف لبخند را به لبم میاره، اما با خودم فکر میکنم شاید رایل این کار رو فقط به خاطر خوشحال کردن من انجام میده. شاید کارهایی رو که واقعا نمیخواد انجام بده انجام میده چون میدونه من دنبال رابطه‌ام. و اون وقتی که بیشتر لبخند میزنم، چون مگر همه این ماجراها در جهت ایجاد رابطه نیست و در جهت این که برای کسی که دوستش داری فداکاری کنی که بتونی اون رو خوشحال ببینی. به شوخی میگم حتما برادرت منو خیلی دوست داره. به الیسا نگاه میکنم و انتظار دارم بخنده، اما چهرهش حالتی جدی داره. سر تکون میده و میگه آره متاسفانه دوستت داره. کیفش رو از زیر میز برمیداره و میگه من میرم، بهم خبر بده چی شد باشه؟ از کنارم میگذره و من همونطور که به طرف در میره به اون خیره میشم. سپس مدت طولانی نگاهم را به در میدوزم. اینکه او در مورد آینده رابطه من با رایل خوشحال به نظر نمیرسه ناراحتم میکنه و مرا به این فکر میندازه که آیا این موضوع به حسش نسبت به من مربوطه یا به رایل. 20 دقیقه بعد تابلو روی در رو به طرف تعطیل میچرخونم. فقط چند روز دیگه مونده. در رو قفل میکنم و به طرف اتومبیل میرم، اما با دیدن کسی که به اون تکیه داده لحظه‌ای میایستم. همون لحظه اول او رو میشناسم. روش به سمت دیگره و با گوشی همراهش صحبت میکنه. خیال میکردم تو رستوران ببینمت، اما اشکالی نداره. وقتی با ریموت در اتومبیل رو باز میکنم و صدای کوتاه بوق اون شنیده میشه، رایل میچرخه. وقتی منو میبینه لبخند میزنه. پشت تلفن میگه آره من موافقم. بازوش رو دورم حلقه میکنه و مرا به طرف خودش میکشه و میگه فردا در موردش با هم صحبت میکنیم. الان یه کار مهمی برام پیش اومده. تلفن رو قطع میکنه و اون رو تو جیبش فرو میکنه. تا وقتی کنار در اتومبیل برسم طوری نگاهم میکنه که انگار میخواد بگه تمام مدت به فکر تو بودم. نگاهش تحسین آمیزه. لبخند میزنم و در رو باز میکنم. باید مواظب مامانم باشی چون ما دوتا خیلی به هم شبیه هستیم. تو هم ماشین میاری؟ در رو که تا نیمه باز کردم کامل برام باز میکنه و میگه من از سر کار با تاکسی اومدم. با هم میریم. وقتی میرسیم مادرم پشت یک میز نشسته و پشتش به در ورودیه. فوری جذب فضای رستوران میشم. چشمم رنگ‌های گرم و خنثی دیوارها و درخت بزرگ وسط اون رو دنبال میکنه. به نظر میرسه اون درخت از زیر زمین در اومده و کل رستوران بعداً در اطراف اون طراحی شده. رایل همونطور که دستش رو پشتم گذاشته همراه با من جلو میاد. وقتی سر میز میرسیم شروع به در آوردن کتم میکنم. سلام مامان. سرش رو از روی گوشی بلند میکنه و میگه سلام عزیزم. گوشی رو توی کیفش میندازه و دستش رو دور رستوران میچرخونه. به سقف اشاره میکنه و میگه من که فعلا خوشم اومده. نور پردازیش رو ببین. مبلمانش هم طوریه که انگار خودت برای باغت خریدی. اون موقع است که متوجه رایل میشه که همونطور که من خودم رو پشت میز سر میدم صبورانه کنارم ایستاده. مادرم به اون لبخند میزنه و میگه فعلا 2 تا آب میخوایم لطفاً. چشمام به سرعت به طرف رایل میچرخه و بعد برمیگرده به طرف مادرم. مامان ایشون با منه، گارسون نیست. دوباره سردرگم به رایل نگاه میکنه. رایل فقط میخنده و دستشو دراز میکنه. حق داشتیم بانو، من رایل کینکید هستم. مادرم به اون دست میده و نگاهش رو بین من و اون به حرکت در میاره. رایل دستش رو رها میکنه و پشت میز میشینه. به نظر میرسه مادرم کمی دست باچه شده، اما بالاخره میگه جنی بلوم از آشناییتون خوشبختم. توجهش رو روی من متمرکز میکنه و ابروش رو بالا میبره. دوستت هستن لیلی؟ باورم نمیشه. برای این لحظه چندان آمادگی نداشتم. معلوم هست باید اون رو چطور معرفی کنم؟ رایل متوجه مکث من میشه. زیر میز پاش رو به پای من میزنه و میگه خواهر من برای لیلی کار میکنه. شما دیدینش؟ الیسا. مادرم روی صندلیش به جلو خم میشه و میگه آهان بله معلومه. حالا که گفتین شما خیلی شبیه ایشون هستین. گمان کنم چشماتون به هم شبیه و دهنتون. سر تکون میده و میگه هر دومون شبیه مادرمون هستیم. مادرم به من لبخند میزنه. همه میگن لیلی هم شبیه منه. رایل میگه بله لبهاتون مثل همه، خیلی خاصه. دوباره زیر میز پاش رو به پام میکوبه و من به زور جلوی خندم رو میگیرم. پیش از آن که از جاش بلند بشه میگه ببخشید من باید برم دستام رو بشویم. اگر گارسون اومد من فقط آب میخورم.
همونطور که رایل دور میشه چشمای مادرم او رو دنبال میکنه و بعد آرام به طرف من برمیگردن. به من و بعد به جای خالی اون اشاره میکنه. چطور تا حالا حرفی راجع به این پسره نزده بودی؟ ماجرا یه جوری، نه اینکه واقعا اصلا نمیدونم موقعیتمون رو چطور برای مادرم شرح بدم. اون خیلی کار میکنه. برای همین ما زمان زیادی رو با هم نگذروندیم. اصلا در حقیقت این اولین باریه که برای شام با هم اومدیم بیرون. مادرم یکی از ابروهاش رو بالا میبره و میگه واقعا؟ به پشتی صندلی تکیه میده. مطمئناً اون اینطوری به قضیه نگاه نمیکنه. منظورم اینه که به نظر میرسه حسش نسبت به تو خیلی قویه. رفتارش مثل کسی نیست که تازه با کسی آشنا شده باشه. میگم ما تازه آشنا نشدیم. از اولین باری که دیدمش 1 سال گذشته. ما یه وقتایی با هم بودیم ولی قرار رسمی نبوده. اون خیلی کار میکنه. کجا کار میکنه؟ بیمارستان عمومی ماساچوست. به جلو خم میشه و عملاً چشمهاش از سرش بیرون میزنه. آهسته میگه لیلی پزشکه؟ در حالی که تلاش میکنم جلوی خندم رو بگیرم سر تکون میدم. جراح مغز و اعصابه. گارسون میپرسه میتونم برای شما خانم ها نوشیدنی بیارم؟ من میگم بله، ما 3 تا. و بعد دهنم قفل میشه. به گارسون خیره میشم و او هم به من خیره میشه. قلبم به دهنم اومده. اصلا یادم نمیاد چطور صحبت میکنن. مادرم میگه لیلی، دستشو به طرف گارسون تکون میده. ایشون منتظر سفارش نوشیدنی بدی. سر تکون میدم و شروع به منمن میکنم. مادرم منمن من رو قطع میکنه و میگه 3 تا آب. گارسون به موقع از خلسه بیرون میاد و میتونه مدادش رو روی کاغذش حرکت بده. میگه 3 تا آب. متوجه شدم. برمیگرده و میره. اما میبینم که او هم پیش از آن که در آشپزخانه رو باز کنه به من نگاه میکنه. مادرم خم میشه و میگه معلوم هست چت شده؟ به پشت سرم اشاره میکنم و میگم اون گارسون. سر تکون میدم. درست شبیه کم مونده بگم اطلس کاریگن که رایل میرسه و خودش رو در جاش سر میده. به من و مادرم نگاه میکنه. من چیزی رو از دست ندادم؟ به زور آب دهنم رو فرو میدم و سر تکون میدم. مطمئناً اطلس نبوده. اما اون چشمها، دهانش، میدونم سالهاست رو ندیدم اما هرگز چهرهش رو فراموش نخواهم کرد. باید خودش باشه. میدونم خودش بود. میدونم اون هم منو شناخت. چون لحظه‌ای که چشممون به چشم هم افتاد مثل این بود که روح دیده. رایل دستم رو میفشاره و میگه لیلی تو خوبی؟ سر تکون میدم و به زور لبخند میزنم. بعد گلوم رو صاف میکنم و میگم آره ما در مورد تو حرف میزدیم و به مادرم نگاه میکنم. رایل این هفته دستیاره عمل جراحی 18 ساعته بوده. مادرم با علاقه به جلو خم میشه. رایل در مورد عمل جراحی به اون توضیح میده. آبهامون میرسن اما این بار گارسون عوض شده. او میپرسه فهرست غذاها رو دیدیم یا نه و غذای مخصوص سرآشپز رو معرفی میکنه. هر 3 من غذامون رو سفارش میدیم و من به شدت تلاش میکنم تمرکز داشته باشم اما تمام حواسم به فضای رستورانه و دنبال اطلس میگردم. باید مطمئن بشم. چند دقیقه بعد به طرف رایل خم میشم و میگم من باید برم دستشویی. بلند میشه که من بیرون بیام. همونطور که به طرف دستشویی میرم با چشمام تمام گارسون ها را از نظر میگذرونم. دری رو که به یه راه رو باز میشه هل میدم. به محض اینکه تنها میشم به دیوار تکیه میدم. به جلو خم میشم و نفس عمیقی میکشم. تصمیم میگیرم از فرصت استفاده کنم و پیش از اون که برگردم آرامشم رو به دست بیارم. دستهام رو روی پیشونی میگذارم و چشمام رو میبندم. 9 سال به این فکر میکردم که چه بر سر اون اومده. خیلی ساله. لیلی، سرم رو میارم بالا و نفسم رو تو میدم. او در انتهای راه رو مانند روحی که از گذشته اومده باشه ایستاده. چشم‌هام به طرف پاهاش میدوند که مطمئن بشم او در هوا معلق نیست. معلق نیست. اون واقعیه و درست مقابل من ایستاده. همونطور خودم رو به دیوار فشار میدم و نمیدونم چی بگم. اطلس. به محض اینکه اسمش رو میگم نفسش رو با آسودگی بیرون میده و 3 قدم بزرگ به جلو برمیداره. متوجه میشم من هم همون کار رو انجام دادم. در وسط راه رو به هم میرسیم و دستهامون رو به طرف هم دراز میکنیم. اون میگه خیلی عجیبه. من هم سر تکون میدم. آره خیلی عجیبه. دستهاش رو روی شانه ها میذاره و 1 قدم عقب میره که نگاه هم بکنه. تو اصلا تغییر نکردی. دستم رو جلوی دهانم میگیرم و به سرعت سر تا پاش رو برانداز میکنم. چهرش تغییر نکرده اما دیگر اون نوجوان نیقلیانی که یادم میاد نیست. من نمیتونم راجع به تو این رو بگم. به سر و پای خودش نگاه میکنه و میخنده. میگه آره 8 سال خدمت توی ارتش این کار رو با آدم میکنه.
هر دومون شوکه هستیم. برای همین بلافاصله حرفی نمیزنیم. فقط با ناباوری به دست دادن با یکدیگر ادامه میدهیم. او میخنده و بعد من هم میخندم و بالاخره او دستم را رها میکنه و دست به سینه میسته و میپرسه چی شد اومدی بوستون؟ این حرف را با بی‌اعتنایی میزنه و من برای این خدا رو شکر میکنم. شاید گفتگویی رو که سالها پیش در مورد بوستون داشتیم به یاد نمیاره که این خودش کلی جلوی شرمندگی منو میگیره. میگم اینجا زندگی میکنم. تلاش میکنم لحنم به اندازه لحن او بی تفاوت باشه. بالای پارک پلازا گل فروشی دارم. لبخند معنیداری میزنه. گویی از این حرفم تعجبی نکرده. نگاهی به در میندازم و میدونم باید برگردم. متوجه میشه و یک قدم دیگه به عقب میره. همچنان به هم خیره میمونیم و فضا واقعا ساکت میشه. خیلی ساکت. خیلی حرفا برای گفتن هست. اما هیچ کدام از ما نمیدونیم از کجا شروع کنیم. لحظه ای لبخند از چشمهاش رخت بر میبنده و بعد به در اشاره میکنه و میگه احتمالاً باید بری پیش همراهت. یه بار میام میبینمت. گفتی پارک پلازا درسته؟ من سر تکون میدم. اون هم سر تکون میده. در باز میشه و تکان تکان میخوره و زنی که دست بچه نوپا رو گرفته وارد میشه. او از بین ما عبور میکنه و فاصله من رو بیشتر میکنه. من به طرف در قدم برمیدارم اما اون همونجا میمونه. پیش از آن که بیرون برم برمیگردم و به اون لبخند میزنم. خیلی خوشحال شدم دیدمت اطلس. لبخند کوتاهی میزنه اما در چشمهاش تغییری ایجاد نمیشه. آره من هم همینطور لیلی.